سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوبم، مرسی، ممنون، قربونه. سلامتی. بیخیال نرو. چند تا سوال دارم که خوشحال میشم جواب بدی. در حال حاضر دوست دختر داری؟ نه نداری. دختری هست که حس کنه دوست دخترته اما تو با من دوست دختر اونو گردن نمیگیری؟ نه نداری. بچه، زن و بچه که نداری؟ نه خدا رو شکر. طلاق گرفتی؟ قبلا ازدواج کردی؟ کلا ازدواج نکردی. خب من الان پیج تو برای دوستان میفرستم که اونا چک کنن ببینن که تو تا حالا براشون ریپلای زدی یا براشون آتیش فرستادی یا باهاشون لاست زدی یا نه. منتظر میمونیم که اونا بفرستن. عجیبه، تا حالا ریپلای نزدی؟ خیلی عجیبه نه؟ رنگ مورد علاقه‌ام رنگ مورد علاقه‌ام مشکیه. مهم نیستش که. این دفتر رو بگیر، تو یه دونه برگست با یه دونه چک که مبلغش رو خودم نوشتم، اصلا نگران نباش. فقط توی این برگه می‌نویسی که هر گونه خیانتی که کردی، هر لاشی بازی که در آوردی، هر حول بازی که در آوردی، همش به گردن خودته و بعد اون مبلغ رو به من پرداخت کنی. نم خودکار امضاش کن. به نظرم که من و تو میتونیم با هم دیگه مچ بشیم. میارزه.